درود به همگی، من حامدم و توی این ویدیو قرار روتین گل یا پوچی که اول ویدیو بهتون نشون دادم رو آموزش بدم. این بهترین چیزی بود که میتونستم برای این ویدیو ازش استفاده بکنم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ آموزش. قراره دقیقاً همون چیزی که اول ویدیو نگاه کردید رو بهتون آموزش بدم. اجرا به این شکلی که ما این گل رو میگیریم توی دست راستمون و همه این نکاتی که میگم برای افراد راست دست هستش و بعد به این شکل وارد دست چپمون میکنیم و از اینجا به بعده که واقعا بعد یک سری تکنیک های رو ما اجرا بکنیم. دست راستتون قراره از زیر دوباره این گل رو دریافت بکنه، اما نکته اینجاست که این دست راستتون رو شبیه به علامت اسپایدرمن بکنید به این شکل. اما یه نکته اینجا وجود داره، الان این قسمت باید کاملا در واقع اینجا باید بسته باشه و اگر شما بخواید همینجوری حالت اسپایدرمن در بیارید میشه گفت اینجوری میشه و این وسط باز میمونه. برای اینکه این اتفاق نیافته بهتر اول دستتون رو تو این حالت قرار بدید و بعدش این انگشتتون رو باز بکنید. اگر با این مراحل این علامت رو ایجاد بکنید این وسط بسته میمونه. این ور واضح تر معلومه. گل میاد تو دست چپ و بعد از اینکه شما علامت اسپایدرمن رو ایجاد کردید دست راستتون توی این پوزیشن قرار میگیره و قراره که این گل رو به این شکل ما ول بکنیم و میفته اینجا، دقیقاً همین جایی که بهتون گفتم قراره بسته باشه و بلا فاصله که این گل رو شما دریافت کردید دستتون میاد پایین و دست راستتون قراره انگشت خودش رو برعکس بکنه. انگشت اشاره بسته میشه و گل رو میگیره و بعد همه انگشتا باز میشه و بعد شما میتونید به این حالت دست خودتون رو نگه دارید. الان کل دستاتون بازه و همه احساس میکنن که دست شما کاملا خالیه، اما شما گل رو توی این قسمت پنهان کردید. بعد از این کار فقط کافیه یه دور و بعدش 2 دور دستتون رو بچرخونید تا بیننده حواسش پرت بشه. دور دوم که اومدید پایین گل الان این بالای بالا قرار گرفته. شما فقط کافیه که دست راستتون رو بیارید زیر دست چپ و همین لحظه که میخواید بیارید زیر دست چپتون یه مقدار محکم دستتون رو با هم دیگه بکوبید تا این گل بیفته توی دست راست شما به این شکل. و این حرکت پرتاب کردنش یه مقدار به تمرین نیاز داره. شما ممکنه گاهی وقتا مثل الان نیاد بالا و گاهی وقتا از شدت قدرت ممکن از دستتون خارج بشه. برای همین این پرتابه میشه گفت یکی از مهمترین بخشای تمرین شما قرار بشه که این گل رو چجوری با چه قدرتی پرتش بکنید تا توی مشت دست چپتون قرار بگیره، نه اینکه بخواد رد بشه بیاد بیرون. یه دور دیگه بهتون میگم، گل توی دست راستتون میاد توی دست چپ، علامت اسپایدرمن بسته میاد این زیر، گل میفته، انگشتا سویچ میشه برعکس میشه، 1 2 تا که میچرخه دست مشت میشه و بعد میره توی دست بالایی یعنی همون مشت دست چپ و بعد گل رو به این شکل نشون میدید. و اگر همه این حرکات رو با تمرین زیاد اجرا بکنید میشه یک همچین چیزی. اگر بازم ترفندهای گل یا پوچ دوست دارید بهتون آموزش بدم حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا توی ویدیو بعدی بهتون حتما آموزش بدم. لایک و کامنت و سابسکرایب به این ویدیو یادتون نره. تمرین بکنید چون وظیفه هر شعبده بازیه و تا ویدیو بعدی بدرود.